جاسوس ایرانی به نام چنگیز پهلوان که مدت زیادی را با مچا مسعود سپری کرد و برای اینا درس های جاسوسی میداد. اینا قسم برای اینا جلوه داد که بجز پشتون ها دیگرها افغان نیستند و شما خود افغانستانی بگویید، یعنی اجالتا موقتا در یک کشور به نام افغانستان زندگی میکنین لکن افغان نیست. لذا افغانستانی یعنی محل سکونت ما در افغانستان روی همین خاطر است که اینا حالا میگن که ما باید دولت خراسان را تشکیل کنیم، اما هنوز هم اینا نمیدانند که خراسان و کل افغانستان هرگز در بر نمیگرفت. یک گوشه شمال شرق افغانستان، یک قسمت ماول نهر که شامل تاجیکستان امروزی، ازبکستان امروزی، ترکمنستان و غرب ایران که ساحه مشهد است میشه. آیا این مردم، این افغانستانی های فاسد و متعلق و اجنبی قادر هستند که مشهد به خراسان ایدئالی خود وصل کنند؟ و تصور نمی کنند. هدف ایران از خلق خراسان است که تحت حوزه تمدنی تهران قرار بگیرند. این مفهوم ایرانی ها خلق کردن در منطقه که خصوصا ساحه تاجیکستان و افغانستان همشان تحت رهبری تمدنی تهران باید قرار داشته باشند و آقای از اینا ایران و بالاخص مرکزش در تهران است که مردم باید رهبری کنند. از همین خاطر است که جواسیس ایران در افغانستان سخت مجادله می‌کردند که حتی در جمهوریت گذشته یک تعدادش به رتبه‌های وزارت و سفارت رسیده بودند. اینا گفتند که افغانستان مثل اسرائیل است. اینا از زبان خود یک سفیر شنیدین، آل اسم نمیبرن برای اینکه مسئله بسیار شخصی میشه. افغانستان مانند اسرائیل است، باید بین ایران و پاکستان تقسیم شود. هدفش بیشتر خصومت از اینا با قوم پشتون بود که پشتون بره به طرف پاکستان و سرحدات ایران و پاکستان در این منطقه قندهار باشه. شرق کلاً به پاکستان تعلق بگیره، شمال و غرب کلاً به ایران تعلق بگیره. کشوری به نام افغانستان دیگر در جغرافیای جهان وجود نداشته باشه. مثلا این آرزوی خدا در گور میبره، مثل که پدر خلانایشان برده. به هر ترتیب این مسئله بیشتر از زمان ببر کارمل دامن زده شد و تا حال ادامه داره و فعلا افرادی که این دامن میزنند حتی در حوزه خود مانند لطیف حرام در حوزه خود اینا حامی ندارند. چرا حیات ازاره حیات پشتون است، حیات پشتون، حیات تاجک و حیات ازبک است. اینا با هم بافت خوردن، بافت قومی، بافت جغرافیایی و بافت سمتی خوردن. هیچ کشور حاضر نیست که یک کتله عظیم دیگر اینا بتانند بپذیرند و در خود هضم کنند. یک تاجکستان ناتوان غریب که در بردگی شوروی به سر میبرد چطور میتونه 7 میلیون تاجک هضم کنه؟ همچنان تاجکستان فقیر چطور میتونه 3 یا 4 میلیون ازبک اینا بتانن هضم کنند و در خود بپذیرند؟ لذا این یک مشکل بسیار عظیم این مردم میخواین بر افغانستان خلق کنند و اینا بر شما بگویم که مرکز اینجا این تمام فعالیت ها از فعلا در لندن است و اونجا کسایی هستند و سازمان های خلق شدن مانند انترنشنال افغانستان اینترنشنال، سازمان های دیگه هم هست که من با اونا آشنایی دارم. این مسئله را بیشتر دامن میزنن. امید بار است که اینا رویشان همیشه سیاه خواهد شد. افغانستان باقی خواهد ماند و ضمن میرم برای همه خواهرها و برادرهای خود حرص کنم تا زمانی که تعصب در مغز ما رخ نکنه و قلب و دماغ ما را فشار بده، ما هرگز به یک نتیجه دلخواه نمیرسیم. لذا برای یک افغانستان شکوفا، برای یک افغانستان پیشرفته، باید تمام دماغ و قلب خود از تعصبات قومی، نژادی و مذهبی دور کنیم و خود من حیث یک فرد سالم و در همه موارد به جامعه خود تقدیم بکنیم. در غیر این صورت افغانستان هرگز روی آرامش نخواهد دید و خائنین ملی همیشه چکش در دست دارن تا بتونن گوشه های افغانستان اینا زخمی بسازن و افکار ما مردم زهر در مغز اطفال ما تزریق بکنن. و ما با شما میتونیم با وحدت و یگانگی
پلان‌های شوم از اینا را عقیم بسازن.